کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات مرکز زلزله‌نگاری جمهوری خبر داد که روز 2 مای سال 2023 ساعت 15:31 دقیقه به وقت محلی در قلمرو تاجیکستان زمین لرزه رخ داده است. گفته می شود مرکز آفات طبیعی در 293 کیلومتری جنوب و شرق شهر دوشنبه و 58 کیلومتری غرب شهر خوروغ در قلمرو ولایت بدخشان افغانستان جایگیر شده. شدت زمین لرزه در مرکزش 5 بال و در خوروغ 3 بال را تشکیل داده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت خوشبختانه این آفت طبیعی یگان خسارات و تلفات به جا نگذاشته است. در همین حال پایگاه‌های بین المللی زلزله‌نگاری خبر دادند که صبح 3 مای سال 2023 در ناحیه جرم و اشکاشم ولایت بدخشان افغانستان در نزدیکی مرز این کشور با تاجیکستان باز دو زمین لرزه شدتشان 4.2 و 4.4 بال ثبت شده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شود. بر اثر زمین لرزه شب 23 مارس سال 2023 که مرکزش در اطراف دهه پلدارک ناحیه کوهستان مشجع بود، در مجموع 368 خانه از جمله در ناحیه کوهستان مشجع 318 خانه، در ناحیه رشت 32 خانه و در ناحیه نورآباد 17 خانه ضرر دیدند.